بازی تنیس، بازی که در اون سخت تلاش میکنی، خطا میکنی، شکست میخوری، ولی بعدش بلند میشی و اصلاح میکنی و دوباره شکست میخوری. این چرخه تو رو هر روز بهتر و بهتر میکنه. پول هم مثل بازی تنیسه. باید سخت تلاش کنی و بعدش اگه شکست نخوری خیلی احتمالش کمه که به ثروت برسی. ولی اگه شکست خوردی و دوباره خودت رو اصلاح کردی و درس گرفتی و پا شدی، اون وقته که به موفقیت و پول و ثروت میرسی. انسان ها از این چرخه خوششون نمیاد و در شکست اول اون بازی رو ترک میکنن. ولی افرادی که به موفقیت میرسن 100 بار شکست خوردن و بعد به زندگی گفتن هفته بعد دوباره منتظرم باش. 3 نوع آدم وجود داره. دسته اول سخت تلاش میکنن و شکست میخورن و دوباره سخت تلاش میکنن و بعد به موفقیت میرسن. دسته دوم سخت تلاش میکنن ولی در اولین شکست کار رو رها میکنن. و دسته سوم افرادی هستند که هرگز شروع نمیکنن. ولی این 3 دسته هر کدوم برای خودش راه حل داره که 3 راه حل برای هر 3 دسته امروز میخوام براتون بگم. راه حل اول برای دسته اول که افراد سخت‌کوش و موفق هستن اینه که همینطور باید نظم داشته باشن و ناامید نشن و ادامه بدن. اگه جایی کم آوردن به خودشون انگیزه بدن و با نظم و استمرار جلو برن. حتما این افراد موفق میشن. ولی افراد دسته دوم و سوم چی؟ دسته دوم افراد سخت‌کوشی‌اند و خیلی دوست دارن که تلاش کنن و به موفقیت برسن، ولی هیچ کنترلی به ذهنشون ندارن. اینجاست که این سوال ایجاد میشه که چطور به ذهنمون مسلط بشیم. روش اول، هر چیزی که دلت میخواد رو روی کاغذ بیار. هر هدفی، هر خواسته‌ای و هر چیزی. اگه دلت شیرینی میخواد اون رو بنویس و بهش برس. و روش دوم، کم فکر کن، بیشتر عمل کن. عمل زیاد باعث میشه که شما به موفقیت برسید، ولی فکر زیاد هیچ وقت باعث نمیشه که شما به موفقیت برسید. فکر کردن خوبه، ولی زیاد فکر کردن یه نوع مریضیه. اگه زیاد تو آینده دارید زندگی میکنید، حتما شما یک مریضی دارید، یک بیماری که شما رو به خودش مبتلا کرده و هر چه زودتر اون رو رها کنید و خودتون رو درمان کنید و به جای فکر زیاد عمل کنید. و اگه بتونید به ذهنتون مسلط بشید و اون رو آروم کنید، پس دیگه در شکست اول ناامید نمیشید و به کارتون ادامه میدید و رهاش نمی کنید. و حتما بعد از مدتی شما به موفقیت میرسید. ولی افراد دسته سوم چی کار کنن؟ افرادی که هیچ وقت شروع نمی کنن. افراد دسته سوم یعنی اون افرادی که هم کمالگرایی دارن و هم افرادی هستند که دائم غر میزنن و کاری انجام نمیدن. این افراد کارشون یکم زمان بره، یکم بیشتر از اون 2 دسته اول. یعنی باید مدتی هم روی ذهنشون، هم روی کمالگراییشون و هم روی احساساتشون کار کنن. ولی چطوری؟ چطور بتونن هر 3 تای اینا رو با هم کنترل کنن؟ با یک تکنیک ساده میتونن همه اینها رو کنار بزنن. اونم چیزی نیست جز هیجان. وقتی وضعیت آدما خوب نیست، در تلاشن یه کاری بکنن و خودشون رو به جایی برسونن که هدفشونه و اینطوریه که میخوان به یک هدفی برسن. ولی اگه اون شور و اشتیاق و هیجانه نباشه، هیچ وقت حتی 1 میلیون تومان هم نمیتونن در بیارن. پس شما باید اول یه شور و هیجان ایجاد کنید. ببینید به چه چیزی شما اشتیاق دارید، چه چیزی شما رو به وجد میاره. همون رو باید بگیرید، بچسبید بهش و تلاش کنید برای همون. اگه کاری که انجام میدید با اشتیاق و شور و هیجان نیست، شما هیچ وقت تو اون کار به موفقیت نمیرسید، چون هیچ عشق و علاقه بهش ندارید و همیشه فقط اجباری دارید براش کار میکنید و سخت تلاش کردنتون فقط به خاطر اجباره، حالا بنا به مسائل مالی یا احساسات و این چیزا.
ولی بیشتر اجباریه، چون میخواید پولدار بشید ولی هیچ شور و اشتیاقی براش ندارید. پس شروع کنید یک شور و اشتیاقی پیدا کنید و با برنامه و استمرار جلو برید. همین استمرار، برنامه و شور و اشتیاق و عشق باعث میشه که شما خیلی از بقیه افراد و هم سن و سالاتون جلو بیافتید. اگه 30 سالتونه، همین امروز شروع کنید یک شور و اشتیاق جدیدی تو خودتون به وجود بیارید و اون باعث میشه که شما با تلاش زیاد بهش برسید و از زندگیتون اون نتیجه‌ای که میخواید رو بگیرید.